خوش اومدید به ولای آخرین روز سال 2024 گردشی در دلماباهچه. من الان نزدیک 1 ساله که استانبول زندگی میکنم. تا حالا بیش از 10 بار اومدم اینجا و گشتم، ولی تا حالا دلماباهچه رو ندیده بودم. 31 دسامبر گفتیم آقا چه کاری بهتر از این که بریم از این کاخ تاریخی دیدن کنیم. خلاصه با من همراه بشید ببینید آیا این کاخ ارزش اینو داره که در آینده وقتی اومدید استانبول ازش بازدید کنید یا نه. اگه با ماشین اومدید خب پارکینگ داره اینجا و با اینکه الان به نسبت به کامپوز شلوغیه ولی خب جا داشتیه. خب آقا من گفتم 31 دسامبر کی پا میشه بره دلماباهچه و فلان و ولی نگاه کنید شما صف و فقط نگاه کن صف تا تو خیابونم رفته و خیلی شلوغه. خب بچه ها کسایی که موزه کارت دارن شما 105 یورو میدید از 13 تا اماکن تاریخی رو میتونید بازدید کنید، ولی یادتون نره که این کارت برای توریستا فقط 5 روز انقضا داره. واسه که ما هم باید تو صف وایسیم، بعد گفتش که آره دیگه این کلا سکیوریتی چک اینکه بکنن و این داستانا و ربطی نداره که حالا موزه کارت داشته باشین ترک باشین نباشین، اینجا باید وایسین. خب آقا ما سکیوریتی رو رد کردیم، اینم منم و حالا بریم برای بلیط و این داستانا رو بخریم. مپ دلماباهچه و بزرگ، من فکر نمی‌کردم حقیقتا انقدر بزرگ باشه. حالا من یه نوشته میبینم فارسیه، ببینم. البته خب قبل از آتاتورک اینا رسم خطشون مثل ما عربی اینا بوده نلاتید. طبق سرچی که من بعدن کردم متوجه شدم یه شعر به زبان ترکی یا عثمانیه در مدح و ستایش شاهیه که دستور ساخت دلماباهچه رو داده. خب همونطور که تو عکس مشخصه بر اساس تعداد مکانایی که بخواید بازدید کنید قیمت بلیط متفاوته. اون روز نمیدونم شلوغ بود یا به هر علت دیگه‌ای به همه یه نوع بلیط میفروختن، به این صورت که خارجی‌ها 1200 تا، خود ترکا با نشون دادن کیملیک 170 تا و دانشجوهایی مثل من 180 لیره. خب ما بلیطامونو گرفتیم، 2 تا یلی یعنی مال همونجا ترک، یه دونه هم اورنجی. حالا بریم وارد شیم دیگه. فقط امیدوارم که بتونم فیلم بگیرم براتون. فقط خوشگل آسمون. بریم اینجا که بلیطا رو چک کردن و بریم. وای اونور چقدر خوشگله باغشو. همه اینجا مشغول عکاسی هن. بریم کنن دریا اول. وای چقدر ابر خوشگلن امروز. دلم نمیاد بریم تو. آقا کلن همه شو صفه، از عکاسی گرفته تا ورود. خدا یه دور دیگه باید اینجا صف باشیم. جماعت چینی ها تا حالا گربه سیاه ندیدن که اینجوری وایسه. خب بهتون این نکته رو بگم که فیلم برداری و عکس برداری داخل دلماباهچه و قسمت حرم اکیدن ممنوعه. میگم اکیدن چون یک سره بهتون تذکر میدن. خب حالا من یه فیلم برداری خیلی ریز و کوچولویی کردم. از شما بابت کیفیتش عذرخواهی میکنم، از ترکا به خاطر فیلم برداری. همزمان با نگاه کردن شما به اتاقا منم یه سری فکت جالب راجع به این کاخ بهتون بگم. خب این کاخ بزرگترین کاخ ترکیه است. 45000 متر مربع مساحتشه. 285 تا اتاق داره و 46 تا سالن. دلماباهچه یعنی چی؟ دلماباهچه به زبان ترکی یعنی باغچه پر شده. این منطقه قدیما یه خلیج خیلی کوچیک بوده که بعدها به علتهای سیاسی و این چیزا با خاک پر میشه و به یه باغچه زیبا تبدیل میشه.
از نظر ابعاد و اندازه قاشق چنگال که ماشاءالله همچین بخور بودن. برای زمان عثمانی نوشته قرن 19 از پوست خس هدیه تزار روسیه تا چلچراغ هدیه ملکه انگلیس به امپراتوری عثمانی همشون تو این کاخ نگهداری میشه. سه تا توالت. قلیون رو چی نوشته تو انگلیسی؟ واتر نارگیله. فکت آخر این که آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه روزهای آخر عمرش تصمیم میگیره تو این کاخ زندگی کنه و حتی توی قسمت حرم شما میتونید اتاقش رو ببینید. آتاتورک توی همین کاخ توی قسمت حرم فوت میشه و ساعتی که توی اتاقش هست روی ساعت 9:05 ساعت فوت آتاتورک تنظیم شده. اونجا دیگه اصلا نتونستم فیلم بگیرم. خب ما اومدیم بیرون و تموم شد. ولی خدا وکیلی به 1200 لیر خارجی ها نمیاد. حالا دیگه شما خودتون قضاوت کنید. من فیلمشو میذارم و قضاوت با بیننده. خب علاوه دلمه باغچه یه قسمت هست قسمت حرم. این ساختمونه بود که اصلا دیگه فوتوگراف و اینا نمیشد بگیری. اینجا به نظرم خیلی قشنگ‌تر از دلمه باغچه بود. مثلا مال سلطانا و همسراشون و اتاقاشون و دستشویشون این داستانا بود. یه تیک دستشویشو کوتاه فیلم گرفتم، حالا میزنم براتون. قسمت های دیگه هم که حالا زده موزه ساعت و اینا این ور هست. بریم ببینیم اگه چیزی باشه براتون فیلم میگیرم. یه فیلم کوچولو از قسمت سرویس و حموم قسمت حرم که سلطانا و اینا استفاده میکردن. موقع فیلم برداری دستگیر شدم، بهم گفتم پاک کن، ولی خب میبینید که پاک نشده. ولی دیگه فیلم نگرفت. هلو، چرا براتون فیلم بگیرم؟ نه نگاه چه خوشگله. بله، غروب آفتاب و پایان ولاگ امروز احتمالاً تا به اینجای کار.